متولد شده در دریا، مردمان این قبیله ابتدایی برای هر چیزی به اقیانوس وابسته اند. زندگی هماهنگ با طبیعت را می‌گذرانند و ساده زیستی را از اعماق دریا آموخته‌اند. این ماهیگیران جوان با روح‌های بیخیال آرزوی چیز فراتر از آنچه اقیانوس فراهم می‌کند ندارند. در مرز بین دریا و خشکی این مردم سنت‌های قبیله خود را در غیاب یک هویت ملی حفظ می‌کند. بیایید با کودکان جزیره مابل، خانه مردم دریاگرد آشنا شویم. 3/4 زمین مالزی از جنگل‌ها و باتلاق‌ها تشکیل شده است. 1 ساعت قایق سواری از بورئنو شما را به جزیره کوچک در میانه دریای سلبس می‌رساند. این جزیره مابل نام دارد. این جزیره کوچک در میان اقیانوس زیر آسمان‌های آبی بیرون زده است. با آب‌های شفاف کرستالی، امواج آرام و صخره‌های مرجانی زیبا، این مکان بهشت برای غواصان دریایی شناخته می‌شود. می توانید ماهی‌های رنگارنگی که سریع حرکت می‌کنند را مشاهده کنید و سنگ پشت‌های دریایی که با آرامش شنا می‌کنند. حالا جزیره از بالای آب‌ها چگونه به نظر می‌رسد؟